دکتر، یه سری از دوستان سوال کردن که جراحی پره‌های بینی رو نوک بینی هم تاثیر داره، تغییر ایجاد میکنه؟ نه، جراحی پره بینی فقط برای پایه بینی محسوب میشه و نه توی تیپ بینی اثر نداره. اون عملی که برای تیپ بینی موثره تیپ پلاسی هستش. بعد این جراحی پره‌های بینی با بی‌حسی موضعی انجام میشه؟ بله، با بی‌حسی موضعی انجام میشه و عمل ساده ایه، یعنی هم میتونیم در حین عمل جراحی اصلی بینی انجامش بدیم، همین که جداگانه با بی‌حسی موضعی انجام بدیم. کسی هم که تا حالا انجام نداده باشه عمل بینی میتونه این جراحی رو انجام بده؟ بله، یه عده هستن که فقط پره بینیشون مشکل داره و با کل بینیشون، ساختار بینیشون مشکلی ندارن. بر این افراد میتونیم فقط همون نقص که میشه پره بینی اونو اصلاح کنیم و بله، البته تعدادش زیاد نیست ولی میشه که کسی که عمل بینی هم انجام نداده باشه براشون پره بینی رو عمل کرد.